درود و مهر دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش و سلامت باشین. من راضیه هستم و از کانال تلگرام و یوتیوب کوچیار هوشمند به آدرس AI کوچیار با شما صحبت میکنم و امروز میخوام در مورد عصر جدید کوچینگ باهاتون صحبت بکنم که بخشی از مقدمه کتاب AI کوچینگ هندبوک نوشته آقای جاناتان پسمور و همکارانشون هستش و در مورد در واقع ورود فناوری‌های دیجیتال به فضای کوچینگ صحبت میکنه. اگر علاقه‌مندین با من همراه باشید. خب کوچینگ از سالها پیش وارد در واقع جهان شده و مورد استفاده قرار گرفته. از ورزش و فلسفه در واقع وارد روانشناسی شده، اما در دهه 1980 به طور گسترده به عنوان یک ابزار توسعه فردی توی کسب و کارها و بیزنس ها هم مورد استفاده قرار گرفت و تثبیت شد. در دهه‌های گذشته محبوبیت خیلی زیادی پیدا کرده و طبق گزارشی که ICF داده در سالهای 2016، 2020 و 2022 در واقع محبوبیتش به طور پیوسته در حال افزایش بوده. اما فناوری‌های دیجیتال از کی وارد فضای کوچینگ شدن؟ اگه بخوایم برگردیم به عقب، میتونیم در واقع ورود تلفن به فضای کوچینگ رو به عنوان اولین گام ورود فناوری‌های دیجیتال به فضای کوچینگ در نظر بگیریم. در دهه 1990 تغییری در فضای کوچینگ ایجاد شد با ورود تلفن به عنوان اولین ابزار دیجیتالی که در واقع کوچینگ رو کمی از اون فضای در واقع فیزیکی که داشت دور کرد. بعداً در سال 2010 ادامه استفاده از فناوری‌ها اتفاق افتاد. نظرسنجی‌هایی که اون سالها انجام شد نشون داد که ابزارهای دیجیتال دارن بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکنن و استفاده میشن. اما تا زمانی که پاندمی کووید 19 اتفاق افتاد، هنوز کوچ‌ها مقاومت داشتن در مقابل ابزارهای دیجیتال و کوچینگ حضوری رو ترجیح میدادن. اما با اومدن پاندمی کوچ‌ها مجبور شدن به اجبار از کوچینگ آنلاین استفاده بکنن و تحقیقات نشون میده که حدود 98.3% از کوچ‌ها رفتن به سمت استفاده از ابزارهای آنلاین. و وقتی که محدودیت‌ها تموم شد در سال 2021، بیش از 70% کوچ‌ها همچنان تمایل خودشون رو برای استفاده از ابزارهای دیجیتال حفظ کردن. و این واقعا یه تغییر خیلی بزرگی توی صنعت کوچینگ بود که اتفاق افتاد و در واقع من اینجا منظورم از ابزارهای دیجیتال از تلفن گرفته تا ایمیل و در واقع پلتفرم‌های در واقع ویدیو کال و ویدیو کنفرانس و غیره هستش و همه اینها در واقع مورد استفاده قرار میگیرن امروزه. اما یک چشمانداز جدیدی هم در کوچینگ وجود داره به خاطر در واقع رشد چشمگیر پلتفرم‌های کوچینگی مثلا بترهاب، مثل کوچ‌هاب، مثل ازرا که اینها سرمایه‌های بسیار عظیمی رو جذب کردن و همین میلیون‌ها دلار سرمایه‌ای که جذب کردن نشون میده که باور خیلی زیادی به رشد این حوزه در جهان وجود داره و مخصوصاً با ورود AI به حوزه فناوری‌های دیجیتال این حوزه داره تحول بسیار زیادی درش ایجاد میشه. اما فناوری‌های دیجیتال به طور کلی 3 نقش اساسی و عمده در صنعت کوچینگ دارن ایفا میکنن. یکی از مهمترین نقش‌هاشون همین امکان پذیر کردن گفتگو از راه دور هستش. یعنی کوچ و مراجع در هر جای جهان که باشن میتونن از طریق پلتفرم‌های گفتگوی آنلاین با هم در ارتباط باشن. دومین نقش مهمی که ایفا میکنه در واقع ابزارهای دیجیتال در کنار جلسات کوچینگ به عنوان دستیار در واقع کوچ استفاده میشن برای طراحی فرم ها، برای ضبط جلسات و بسیاری از کارهایی که کوچ در کنار جلسات کوچینگش باید انجام بده و این رو در واقع برای کوچ ساده میکنن. و سومین نقشی هم که فناوری‌های دیجیتال و خصوصاً
دستیارهای هوش مصنوعی، مدل‌های زبانی هوش مصنوعی دارن ایفا میکنن، در واقع جایگزین شدن به جای کوچ انسانی هستش. به این صورت که در واقع از مدل‌های زبانی هوش مصنوعی به صورت کلی و یا جزئی برای کوچینگ استفاده بشه. حالا چه کوچ به عنوان دستیار خودش در کنار فرایند کوچینگ از در واقع اون AI استفاده بکنه و چه در واقع AI به عنوان کوچ اصلی در واقع کوچینگ رو، خدمات کوچینگ رو به مراجع ارائه بکنه. اما در واقع دیجیتالی شدن فضای کوچینگ مزایا و فرصت‌های زیادی رو برای ما فراهم میکنه. یکی از مهمترین هاش انعطاف پذیری و دسترس پذیری در واقع فناوری‌های دیجیتال هستند که کمک میکنن که در واقع کوچینگ دسترس پذیرتر باشه. امکان برنامه‌ریزی جلسات خیلی راحت تر میشه و دیگه مانع جغرافیایی وجود نداره. کوچ و مراجع در هر جای جهان که باشن میتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. کوچ AI میتونه مورد استفاده مراجع بدون محدودیت زمانی قرار بگیره. کوچ انسانی میتونه روابط بلند مدت تری با مراجعینش برقرار بکنه، حتی در صورتی که در سفر باشه یا در واقع حضور نداشته باشه میتونه جلسش رو برگزار بکنه. در کنار این صرفه‌جویی خیلی زیادی هم در هزینه و زمان اتفاق میفته. بسیاری از هزینه‌ها که مربوط به رفت و آمد و سفر هستن حذف میشن، بسیاری از هزینه‌های کلی حذف میشن و این به کوچ کمک میکنه که بتونه خدمات بیشتری به تعداد بیشتری از افراد ارائه بده. در کنار این بسیاری از در واقع کارهای اداری غیر ضرور و فعالیت‌های غیر ضروری و ناکارآمد حذف میشن و خیلی جاها که ما قراره در واقع مجوز بگیریم رفت و آمد بکنیم توی سازمان‌ها، خصوصا در کوچینگ سازمانی در واقع کاهش پیدا میکنن و حذف میشن و این خودش خیلی به صرفه‌جویی در هزینه و زمان کمک میکنه. در کنار اینها مزیت‌های دیگه‌ای هم وجود داره. در طول فرایند کوچینگ در واقع مستندسازی ها خیلی راحت تر میتونه با استفاده از فناوری دیجیتال اتفاق بیفته و کلا فرایند کوچینگ ساختار یافته تر میشه. بسیاری از گردش کارها به صورت دیجیتالی در میاد، فرم های دیجیتال و نظرسنجی ها به صورت دیجیتالی استفاده میشن و این زمان رو به شدت کاهش میده و اثرات منفی کمتری شاید بر محیط زیست داشته باشه. در کنار این امکان برگزاری جلسات خیلی راحت تر میشه، هماهنگی ها بیشتر میشه. کوچ و مراجع میتونن در فاصله بین جلسات با استفاده از فناوری‌های دیجیتال با هم در ارتباط باشن از طریق ایمیل، انواع شبکه‌های در واقع مجازی و پلتفرم ها و کوچ میتونه یک سری یادآورهایی رو مثلا برای مراجع بفرسته که کمکش بکنه اقداماتش رو بهتر انجام بده. در کنار اینها اون ارتباط متنی که ممکنه مراجع و کوچ به هم داشته باشن کمک میکنه که یک جاهای مراجع بتونه خیلی بازتر و راحتتر و با احساس امنیت بیشتری در واقع بعضی موضوعات رو مطرح بکنه در فضای دیجیتال. و در کنار اون یک مزیت دیگه هم خلاقیتیه که میتونیم تو فضای دیجیتال داشته باشیم. میتونیم نمودارهای پیشرفت طراحی بکنیم برای مراجع و کارهای خلاقانه دیگه‌ای که کمک بکنه در واقع با اشتیاق بیشتری مراجع فرایند کوچینگ رو طی بکنه. در کنار همه این مزایا چالش هایی هم متوجه این دنیای کوچینگ دیجیتال هستش. مهمترینش فقدان حضور فیزیکی هست. کوچ دیگه حضور فیزیکی نداره و بنابراین یک عنصر حیاتی رو کوچینگ کم داره. گفته میشه که بهتر ما حضور از راه دور یا تل پرزنس رو سعی بکنیم که حفظ بکنیم و بیشتر بکنیم که معمولا این کیفیتش بستگی به در واقع اون ابزارهایی که استفاده میکنی و مهارت کوچ در اون ابزارها که کمکش بکنه بتونه در واقع با کیفیت بالاتری جلسات رو برگزار بکنه و این حضور از راه دور رو بهتر بکنه. از لحاظ فنی هم اشکالاتی متوجه کوچینگ دیجیتال میشه، مثلا قطعی اینترنت یا اینکه کوچ به ابزارهایی که داره استفاده میکنه به اندازه کافی مسلط نباشه
و این فرایند کوچینگ رو و اعتماد سازی رو تحت تاثیر قرار بده. یکی دیگه از در واقع چالش ها که خیلی هم مهمه و برمیگرده به همون فقدان حضور فیزیکی کوچ در جلسه کوچینگ، عدم دریافت نشانه های غیر کلامی از سمت مراجع هست و یا کاهش دریافت این نشانه ها. بسیاری از احساساتی که مراجع درگیرش میشه به صورت زبان بدن در واقع مراجع خودشون نشون میده که کوچ میتونه تو جلسات حضوری به راحتی، یعنی با راحتی بیشتری و سریعتر اونها رو متوجه بشه، اما در فضای دیجیتال این اتفاق خیلی سخت‌تر میتونه بیفته. برای جبران این کمبود پژوهش‌ها نشون داده که هرچی که رابطه عمیق‌تری کوچ و مراجع برقرار بکنن و رابطه کاری عمیق‌تری با هم برقرار بکنن، این کمبود میتونه بیشتر جبران بشه. نکته بعدی و چالش بعدی هم برمیگرده به بحث محرمانگی که در منشور اخلاقی در واقع ICF خیلی مورد تاکید هستش. تو فرایند کوچینگ اطلاعات شخصی منتقل میشه و بنابراین استفاده از فناوری ممکنه ریسک افشای این اطلاعات رو بالا ببره که کوچ باید سعی بکنه تو این زمینه دقت زیادی داشته باشه و اقداماتی که لازمه رو برای کاهش ریسک افشای اطلاعات انجام بده. یک بحث دیگه ای هم در کنار این چالش ها وجود داره و اون هم اینه که در واقع مرزهای اخلاقی که در کوچینگ خیلی اهمیت داره و مطرح هست، اینجا در واقع مرزهای جدیدی به لحاظ اخلاقی مطرح میشه در کوچینگ دیجیتال که چند تا مثال ازش من اینجا آوردم. مثلا ممکنه تمرکز از رابطه کوچینگی و از کوچ بره روی فناوری بیش از حد و این باعث وابستگی بیش از حد به فناوری بشه و رابطه رو دچار اشکال بکنه. و یا این دسترسی که گفتیم، دسترس پذیری که میتونه یک مزیت باشه برای کوچینگ دیجیتال، باعث بشه که یک سری مرزها رعایت نشه و مثلا برای مثال مراجع در واقع بخواد در هر زمانی که دوست داشت با کوچ تماس بگیره. اینها چیزاییه که باید مشخص بشه و تعریف بشه. نکته بعدی اینه که ما وقتی که داریم به صورت آنلاین با هم دیگه صحبت میکنیم، در پس زمینه در واقع تصویر موج یا در واقع کوچ یا مراجع، ما در واقع یک فضای دیگه رو هم از زندگی شخصی اون فرد داریم میبینیم که خیلی وقتا ممکنه باعث بشه که چالش هایی به وجود بیاد، یعنی چیزی رو ببینیم که نباید ببینیم و این خودش دردسرهایی رو ایجاد میکنه. بهتره که این فاصله حالا به روش‌های مختلف با استفاده از فناوری‌های دیجیتال حفظ بشه. و نکته بعدی چالش هایی هستش که هوش مصنوعی با ورودش به فناوری دیجیتال ایجاد کرده که در واقع همین کوچ های در واقع AI و مشاوره هایی که ممکنه گاهی وقتا بده که نادرست باشن، میتونه در واقع یک چالش جدی باشه. ما به عنوان یک کوچ اول از همه باید سعی بکنیم که نگرش خودمون رو نسبت به ظهور فناوری های جدید در واقع اصلاح بکنیم، نگرش مثبت داشته باشیم. همطور که کوچینگ سعی میکنه همیشه نگرش مثبت رو در مورد مراجعه داشته باشه، ما هم در مورد در واقع فناوری ها نگرش مثبت داشته باشیم، به صورت یک فرصت ببینیمشون نه یک تهدید. و در کنار اینها سعی بکنیم که به عنوان یک کاربر خیلی مسلط ازشون استفاده بکنیم و جایی که لازمه ابزاری رو استفاده بکنه مراجع، بتونیم به خوبی بهش آموزش بدیم تا اون هم بتونه به راحتی اون فضا رو تجربه بکنه. بتونیم همینطور که خودمون رو با مراجعین مختلف و سبک‌های مختلف تطبیق میدیم، با بسترهای مختلف دیجیتال هم تطبیق بدیم. و در کنار همه اینها نشانه های غیر کلامی رو سعی بکنیم به روش های مختلف کمبودش رو
جبران بکنیم کمبود دریافتش رو. مثلا با استفاده از در واقع کوچینگ تصویری، استفاده از ویدیو کال، کوچینگ توصیفی تری داشته باشیم، از مراجع بخوایم که بیشتر توصیف بکنه، از مراجع بخوایم که از اشکال جدید ارتباط مثل ایموجی ها، حروف بزرگ و کوچیک و غیره استفاده بکنه. و البته سوپرویژن هم خیلی میتونه کمک کننده باشه برای حمایت از فرایند کوچینگ. و اما 4 ترند اصلی که آینده کوچینگ رو داره شکل میده. یکی از مهمترین چیزهایی که در آینده در واقع خیلی مورد توجه قرار میگیره دیجیتالی سازی و دموکراتیزه شدن کوچینگ هستش. یعنی کوچینگ به خاطر اینکه دیگه کاملا دیجیتالی میشه میتونه گسترش بیشتری داشته باشه و افراد بیشتری رو بهره مند بکنه. و نکته دوم در واقع پالایش تعریف کوچینگ هست. در آینده کوچینگ تمایزش از مشاوره، تمایزش از آموزش کاملا واضح‌تر میشه و بهتر شناخته میشه و دقیق‌تر میشه. در آینده مدل‌های شایستگی در کوچینگ، یعنی مدل‌هایی که بر اساس اون اگه کوچ عمل بکنه میتونه موفق تر باشه، مبتنی بر علم میشه و در واقع سعی میشه در واقع رفتارهای مناسب برای یک کوچ با پژوهش‌هایی که انجام میشه مبتنی بر علم به روز رسانی بشه. و نکته بعدی تمرکزیه که بر موضوعات مهم سازمانی کوچینگ پیدا میکنه. مثلا در حوزه هایی مثل سلامت روان یا تحولی که در محیط کار نیازه که ایجاد بشه، کوچینگ در واقع میتونه بسیار راهگشا باشه و بیشتر مورد توجه قرار میگیره. به طور کلی ما در حال ورود به مرحله 4 در سیر تکامل کوچینگ هستیم و در واقع تو مرحله 4 هستیم، مرحله تولید یا پروداکشن، مرحله ظهور، رشد و تثبیت رو پشت سر گذاشتیم. وارد مرحله در واقع محصول سازی شدیم. محصول سازی ابزارهایی هستند که در واقع استاندارد سازی میشن، بخش بسیار بزرگی از خدمات کوچینگ رو ارائه میدن، مثل پلتفرم هایی که نام بردم، بتر آپ، کوچ ها و غیره. و هدف این پلتفرم ها در واقع در آینده این هستش که دسترسی به خدمات کوچینگ کم هزینه تر بشه و بتونیم بر اساس تقاضایی که داریم کوچینگ متناسب رو مبتنی بر علم، همطور که گفتم، و به زبانهای دلخواه خودمون، هر زبانی که داریم، دریافت بکنه. و این خیلی چیز مفیدی خواهد بود، هرچند حرفه ما رو داره مستقیما تحت تاثیر قرار میده. و در کنار اون AI رو به عنوان یک بخش مهمی از فناوری‌های دیجیتال در واقع میخواد که صنعت کوچینگ وارد بکنه و ازش استفاده بکنه به طور جدی. من شخصاً به عنوان یک کوچ فکر میکنم که کاری که ما به عنوان کوچ باید در پیش بگیریم در قبال این تغییرات بزرگی که داره تو فضای کوچینگ اتفاق میفته اینه که حتما ابزارهای دیجیتال رو در کنار کوچینگ سنتی هم یاد بگیریم و هم استفاده بکنیم. خصوصا در واقع AI رو باید سعی بکنیم که بهش مسلط بشیم تا جای ممکن ابزارهای جدید رو خودمون رو بروز بکنیم و یاد بگیریم. حتی به عنوان دستیار خودمون، به عنوان یک کوچ هم میتونیم از کوچ های در واقع مبتنی بر AI استفاده بکنیم، در واقع به صورت یک حمایت جانبی که میتونه کمکمون بکنه هم به خودمون و هم به مراجع که فرایند کوچینگ رو خیلی بهتر و با کیفیت تر پیش ببریم. باید سعی بکنیم که عصر دیجیتال رو بهتر درک بکنیم. باید سعی بکنیم خودمون رو سازگار بکنیم، مهارت‌های لازم رو به دست بیاریم تا بتونیم در واقع حرفه خودمون رو توسعه بدیم و حفظ بکنیم. و اما نکته آخر این که تحول دیجیتال یک رویداد گذرانی است، یک تکامل پیوسته در حرفه ماست. پذیرش آن کلید موفقیت در آینده است. سپاس که با من همراه بودین.
خیلی خوشحال میشم اگه من رو در تلگرام و یوتیوب با آدرس AI کوچیار دنبال و حمایت بکنین و کامنت های خودتون رو در یوتیوب برای من بذارین تا بتونم در واقع کار خودم رو توسعه بدم و کیفیت ویدیوها رو بالاتر ببرم. برای همه شما آرزوی سربلندی دارم.